هم به تو آسیب نمیرسونند، زیرا میدونند که این به آنها گران میافتد. اردم حالا هم در نزد شماست؟ بله، حالا استراحت دارد. او را در کجا نگاه می‌دارید؟ در کارگاه سیمین براری. کارگاه حالا فعالیت نمیکند، کسی او را یافته نمیتواند. او را به نزد تو روان میکنم، سراغ را کی میفرستم. روان میکنید؟ تاریک که شد. فهمیدم خوجین تو دیدار. در اینجا چند نفرین؟ قریب 20 کس. با فکرت اینقدر آدم کفایه است؟ اگر خواهید باز دعوت میکنیم. دعوت کنید. فرمایید که تمامی راههای در آمد و برآمد رو نظارت کنند. باز از 4 طرف نگهبان گذارید. دستگاه‌های نوار برداری کار میکنند؟ نه. عالی. ما را از بیرون دیده نمیتوانند. اردم رو به اینجا میارند، برایش جای آماده کنید. تا درگند به نزدمان برگشتن صبر کردن لازم. هر کسی کوششی به اینجا در آمدن رو کرد بکشید. فهمیدم. شنیدید که خانم چی گفتند؟ به گروه ها تقسیم شوید. دستگاه های علاقه و سلاح‌هایتان را خبر گرفته آماده شوید. هر لحظه حادثه شدنش ممکن. هر کسی به بنا نزدیک شود ما را آگاه کنید و یا پرانید. فهمو؟ فهمیدم. میدونم هر یک شما با من سوال دادن میخواهید که کجا بودم، چیکار کردم. مشخص چیزی گفته نمیتوانم، ولی دانسته باشید دایم با شما بودم. با مثل شما از برای این وطن و پرچم مبارزه بردم. باید چنین هم میکردم. به خدا شکر که باز این لباس را پوشیدم و همراه شمایم و از این میفخرم. متاسفانه بعضی از رفیقانمون حالا با ما نیستند. میخواستم که آنها نیز الحال با ما میشدند، ولی قسمت چنین بوده است. حاضر باشد باید که فوراً قماندان اردم را از دست آنها رها کنیم. اکا یوز آتش چی گپ است؟ قماندان یوز به خاطر پلکانی به ارتش برگشتند. قماندانمون را در کوتاه‌ترین فرصت پیدا کرده میاریم نزله. خواطر نشو. اکا یوز گوش کن، مرا گوش کن. اکنون من با تو یک چیز رو میگویم. ما قماندان رو حتما میابیم، سلامت میابیم. تو باشی گریه نمیکنی. خوب؟ مایلش. قول میدهی؟ قول میدهم. گذار. اعلام چه خبری نوست؟ گفتگو هنوز ادامه دارد. کشافان شاهدانی که پالکونیک را دیدند پرسپاس دارند. سیگنال تلفن در یک جا کنده می شود. الحال همان مکان را از دستگاه نظارتی تفتیش دارند. چقدر وقت داریم؟ به نهایت کم. او را با درگان عوض کردن میخواهند. این ناممکن است. برای آنکه چنین شود نخست پالکونیک را پیدا کردن لازم است. فوراً. خیالی به مرکز زنگ زدی؟ از اردم یگان خبر هست؟ خیالی؟ من با کی گپ میزنم؟ خیالی؟ یگان چیز گفتی دوستا؟ مرا گوش نکردی؟ نه. چرا؟ طبعم خوش نیست. یک کار مهم است، اون را حتما حل کردن لازم. این مراتبه به من حل کنید دوستا. یوز رفت برای همین غمگین شدی؟ او مرا تنها گذاشته رفت دوستا. ما این گونه عهد نکرده بودیم. خیالی یوز تو را زیاد دوست می دارد. من و او مثل برادر بودیم دوستا. از برادر هم زیاد.
پسرجان، وظیفه‌مان چنین است. امروز در این جایم و فردا در دیگر جای. امروز در دیگر وظیفه، فردا دیگر. لیکن میگوییم که ما همیشه در خدمت این وطن و این مرز و بومیم. گفتن بیاید میاییم، گفتن روید میرویم. کارمان همین گونه است پسرم. شما درست میگوید دوستا، ولی با من چی میشود؟ من اینجا مثل یتیم سر کوچه موندم. پسر جون، من هستم. عملیات هست. کارهای ناکرده‌مان خیلی زیاد است. کنی به خود بیا. مرا هم با خود میگرفت نمیشد. نمیشود. با تو در اینجا احتیاج است. با زودی در کجا نگاه داشتنی پالکونیک اردم معلوم میشود. کنی خودت را آماده کن.